آرامش واقعی از بیرون نمیاد، از حساب بانکی، تایید دیگران یا برنامه‌ریزی‌های دقیق نمیاد. آرامش میوه ایمانیه که تو دل کاشته شده و با اعتماد به خدا رشد میکنه. وقتی ایمان واقعی توی دلتون جا میفته، حتی وسط طوفانم آرومید، چون میدونید که خدا مراقبه، حتی اگه شما ندونید. حتی اگه ندونید قراره چی بشه. وقتی که خدا رو مسئول بدونید، دیگه لازم نیست همه چی رو خودتون کنترل کنید. برای اینکه به این ایمان برسیم، باید تمرین کنیم. با گفتن جمله‌های ساده‌ای مثل دوستت دارم، متشکرم و لطفاً منو ببخش، پل ارتباطیمون رو با خدا باید تقویت کنیم. گاهی اوقات در شرایطی گیر می‌کنیم که نمی‌دونیم چه کار باید انجام بدیم. اتفاقاتی میفته که ما رو تحت فشار قرار میده و در این شرایط باید بدونیم که ایمان و توکلمون چقدره. از خودمون بپرسیم که وسط این همه بحران‌ها و درگیری‌ها حال من چطوره؟ آیا به خداوند همچنان ایمان دارم یا دچار شک و دودلی شدم؟ آیا به خداوند اعتماد دارم یا بیشتر میترسم و نگران آینده هستم؟ البته مبحث استرس و نگرانی تا حدی طبیعی هست، ولی به طور کلی وضعیت ما در شرایط بحرانی که درگیر یک سری مشکلات هستیم بیشتر به سمت ترس، خشم و ناامیدی هست یا به سمت ایمان و خیال راحتی و اعتماد به خداوند؟ کدومشه؟ شاید خیلی مطالعه کردیم، دوره‌های زیادی شرکت کردیم، اطلاعات خوبی در مورد توکل و ایمان به خدا داریم، اما منظور ما دانسته نیست، بلکه علم به عمل کردن مد نظر ما هست. اما منظور از ایمان زبانی نیست، ایمان قلبی که در هر موقعیتی دلمون قرص باشه. چون به میزانی که ما احساس امنیت کنیم در زندگی، امنیت رو تجربه میکنیم. مسیح میفرماید بر وفق ایمانت بشود. مثل کودکی که دست مادرش رو گرفته و با خیال راحت قدم برمیداره و مطمئنه که مادرش نمیذاره تا زمین بخوره، یا اگه مشکلی پیش بیاد مادرش هست و کمکش میکنه. اگه حضور خداوند رو به همین صورت در زندگیمون لمس کنیم، آرامشی ورای آرامش اون کودک رو میتونیم تجربه کنیم. اگه هر موقعی که در بین گرفتاری‌ها و مشکلات هستیم خودمون رو محک بزنیم، متوجه مقدار ایمان و توکل در زندگیمون میشیم. اینکه نقاط ضعف و قوتمون کجاست. بنابراین بهتر و بیشتر میتونیم روی خودمون کار کنیم تا در بین چالش‌های زندگی آرامشمون رو حفظ کنیم. اگه من روی خودم کار کنم و در بین چالش‌های زندگی آرامشم رو حفظ کنم، آیا نتیجه بهتر میشه یا من دارم خودم رو گول میزنم؟ جهان بیرون ما انعکاس از احساسات درون ماست. وقتی که ما از درون آرامش داشته باشیم و اعتماد و ایمان به خداوند داشته باشیم، جهان هستی شرایطی رو به وجود میاره که به نفع ما هست. البته نوسانات احساسی همیشه وجود داره، اما در نهایت همه چیز عالی و به نفع ما تمام میشه. با ایمان و آرامش میتوانیم اوضاع رو مدیریت کنیم و با توکل به خدا به سمت آن چیزی که خوب و عالی هست هدایت بشیم. بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست، در خود بنگر هر آنچه خواهی که تویی. و مورد بعدی، چرا بیشتر به دنبال منفی ها هستیم؟ این موضوع که نگران آینده هستیم و از نتایج کارها میترسیم به خاطر داده ها و برنامه هایی است که از کودکی در ذهن و ضمیر ناخودآگاهمون ثبت و ذخیره شده و چون ذهن بیشتر راجع به منفی ها مثل ترس، نگرانی، بیماری ها و از این دست شنیده، بنابراین در هنگام مواجه با چالش ها و مشکلات آنچه که بیشتر شنیده رو به یاد میاره و در نتیجه ذهن ما بیشتر به سمت منفی ها گرایش داره تا مثبت و ما هم بیشتری تمرکزمون به سمت چیزهای منفی هست. در مورد مطالبی که مثبت هست و به نفع ماست، چون ذهن احساس خطر نمیکنه،
بنابراین واکنشی هم نشون نمیده و فقط نقطه ضعفش احساسات منفی است که با هشدار و تلنگر به ما سبب میشه تا اون کار رو نکنیم یا مراقبت بیشتری داشته باشیم. اما اگه ما در همه حال به یاد خدا باشیم و آرامش درونیمون رو حفظ کنیم، در جهان بیرونی هم اتفاقات خوبی رخ میده. در نهایت نتیجه کار به سود و به نفع ما رقم میخوره. ممنونم که تا آخر ویدیو همراه من بودی. لطفاً کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن، چون لایک شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن ویدیو رو ببینن و استفاده کنن. بدرود.